بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدای که جان آفرید، حکیم سخن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. این خدا خواهد موضوع ما حضرت علی رضی الله تعالی عنه، خدا خواهد چند چیز خدا خواهد برای ما و شما توصیه کردن. خدا خواهد باید که این چیزان عیناً تعلقاتی به ماه شریف رمضان هم داره. یکی خدا خواهد نصیحت حضرت علی کرم الله وجهه: و عن علی رضی الله عنه لا خیر فی صلات لا خشوع فیها. نیست گفتن خوبی در نماز اگر نباشد در وی چی خشوع خضوع. کدام نمازی که در وی خشوع خضوع نداشته باشه و این نماز نفتیان خوبی نیست، برکه نیست، خیر نیست. چیه این خوبیش؟ یعنی وقتی که ما شما در نماز میستیم، الحمدلله باید حرص کنیم که ما پیش کنده نیستیم. خشوع خضوع گفتگی یعنی حضور دل انشاءالله خدا خواهد، یعنی فکر جمع کردن، فقط پیش الله بودن مونه حس کنیم. نه خیلی پریشون، یا گیم که به یک کس ترسیده، یا گیم که بی‌سرانجام شده، خیلی نماز نه. نماز خدا خواهد با محبت، با عشق انشاءالله خدا خواهد. اگر بسیار اون نمازی که بی پروانه های، نمازی که انشاءالله خدا خواهد ولی بعضی جان میرم تب خونمشو بگریزم، نماز شیرینی نداره. نماز چنان خونین که راحت کنین انشاءالله خدا خواهد. از نماز تو خود تو چیکار کنین انشاءالله لذت برین. امام اعظم رحمت الله علیه کودک بودن، مادرش یه روز نون بستن، گفتن که بچم همین نماز پیشین بر پیش هم مسجد، کسانی که نماز اومداشن حوایان ده گفتن خیر کن. امام اعظم خدا از کودکی زکاوت دادگی بود، عقل خدا خواهد. بعضی عقلای هایی که اگر عقل امام اعظم اگر میگه برکشی، از تمام مردم زیاده میامد. میگد عقل چیزی عزیز است، میگد به هر کس ندهد. پری طاووس لطیف است، به کس ندهد. خدا بعضی عقلا میتیه که انشاءالله خدا خواهد قائل میشه. بعد آدمان نماز تمام کرده برمدن، یک تا برمدن. بعد گفتن در نماز هم 4 رکعت سنتی پیشین، یکم رکعت چی خوندی؟ چی دونم گفت. خلاص نون گیفته گشته برفتن. مادر گفتن که بچه هم در نماز پیشین هیچ کس ناومده. گفتن هیچ کس ناومده. نخوافتن در یک مسجد جامع هیچ کس نباشه. گفتن یگان تشی خوندهش نمیدونه مادر، ولی نماز برای خدا نخوندی. حتی گفتن که حضرت علی وای خوبی نداره، وای شیرینی نداره، لذت نداره، وای ثواب هم نداره، نمازی که در خشوع خضوع نداشته باشه. وای حکایه نماز عاشق گفتگی حکایه بینین. عروه گفتگی یک صحابه کرام، الحمدلله صحابه بزرگ، چنان محبت داشته که مثل ما شما 10 دقیقه و 3 مینوت 2 مینوت نماز نمیخوندن، ساعت هم استادن. همه بیچاره عروه ای ساقی پاش، ای اشتالینگی پاش کسلی رگ میشه. طبیبا جمع میزنن، هر میگن میبینش میگن بای عروه، میگن همین پاچکتن نبریم علاج نیست، یکی بریدن در کار. ما برای پاچکیش نبریدن یعنی نرکوس باید که بتیمت. افتاد من نمیخوام که 1 دقیقه از یاد خدا غافل باشم. خیلی نباشم چیکار کردن در کار. گفتن من نماز نمیدارم، وقتی که اتحیات نمیشینم شما بریدن سر کنی. ببین وقتی که بای عروه اتحیات نمیداره، متخصص که میکنن اپراسیون جانده میبرن پوچکشه.
بریده جا با جا کرده همش میکنن. وقتی که سلام میتیا سلام علیکم حتی حرص نمیکنه. چون که وقتی که انسان در عشق الله عبادت میکنه، در عشق الله و این لذتی دیگر داره. بعدی که شیدم بعد میگه شیده نه شیده الحمدلله میگه یک نعمت از دست دادیم، میگه دیگر نعمتو در جاش. بعد فرزندشون فریاد کردن گفتن بچه‌م اینجا بیا، آواز نداد، گفتن لا حول ان لله و انا الیه راجعون. لا حول ولا قوت که ولی یگان بچه‌م یعنی صدای من نگردوند. برای چی بچه‌م گردون؟ گفتن همین بچه گفتن بالای بمب برمده شدن به یک کدام کاره همون بمب اومده زده جان به حق رسیم کرده الحمدلله. گفتن و با یک دیگه نعمت یا خود دیم بچه هم هست کو. بینید در یک لحظه دو نعمت های دست دادن لیکن شکرانه کردن. بینید حضرت پیغمبر عیسی علیه السلام، عیسی پیغمبره مثل پیغمبری ما و شما الحمدلله. همین در دشت یک جوان دیدن که لوب لیچک است، لباسش نیست. در کتاب مکاشفه القلوب میارد همین یعنی روایت دیدن که یک جوان لوب لیچک گشت است، عموما پرواش نیست و لیچک است می لباس دارد. می خداوند گفت عجب از این بندت میکنم که اینه بینین. میفتن که اگر همه بنده ما گفتن خداوند وحیش کرد که اگر کارچه را تقیش نمیفهمه. چوا گفتن کسی را که ما در عشق ما حواله میکنیم و این هیچی اطرافی چی نیست. اگر خدا عشقش نباید کند خدا خواهد انشاءالله نه از یک کس میترسی نه از مخلوق میترسی، فقط از خالق میترسی انشاءالله خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی کارت با پیش بردن میگیره. خدا خواهد انشاءالله کارت موفقیت چیدن میگیره، ظفر در پیشه. همین ما و شما مثل خدا خواهد همین عزیزای خدا نمازش کنیم کاملا پر با محبت با عشق خدا خواهد سراسه موار نی. ما شما میخونیم میگریزیم میریم، میخونیم میگریزیم، من میخونم میگریزن. کجا میگریختوشن؟ کجا میریم؟ زیر تلویزور میریم. کجا میریم؟ من پیش زنمون میریم. نکوز میبروی در کوچه شش دیانه میبروی پیش مسجد و اون سنتر سیمشکا خوشته نک اینجا یک بار سبحان الله الحمدلله الله اکبر اگر وزنش میدونیست، اگر میدونیست که نجات و سیمشکا نمیتیاش، نجات و خدا خواست خارد نمیتیاش، نجات و تلویزور نمیتیاش، اگر بدون خدا خواست ساعت ها در اینجا میشید. صدها افسوس. این بدبختی قوم کدام قومه که از عالموش میگریزن. این بدبختی قوم در دو جا است. سخنی حق بد میبینه. این همین اشاره شده. اگر کسی که میگه دنیا مبتلا شود آخرت بد میبینه، مسجد بد میبینه، صحبت علما را بد میبینه. گویا که میگه نشینام چید؟ نگه نشینام کدی خلاص نمیشه آره نشه. دیگه که نشینایی دیگه به نماز شدی نشینایی دیگه که روزت خودی نشینایی عرق خودی نشینایی خدا نمیبخشد آره نشه. این نمیشینم نفهمیدم پگه عذر نمیشود. برای بیکار پیامبر اسلام نگفت که علیکم بمجالست العلماء، شما علم ها که هم صحبت شده خودنا لازم واجب کنه، واجب کنه. گفت ما چند قدر صحبت کردیم تو دمی، چند قدر از این انسان غذا گرفتنش ممکن. دیمک شما این ممکن فردا گیم که نماز با محبت میخوندگی میشه. همون صحابه ما و شما هم جانشین هوای هستیم. کسی که رای حق خدا هدایتش میکنه انشاءالله نماز خون میشه طاعت بکنه، شما هم پای اصحاب هستی. همون که اصحابی کن نجومی بی ای اقتدیتم احددیتم، صحابگانی من مثل ستارگانن. گفت کدامش پیش گیره انشاءالله خدا خواهد هدایت میابین. 10 تاش
اهل مبشری بشارتی با جنت زنده به زنده. برای چی ما دوست نمیداریم؟ بگیم که اروه بگیم که یک عبادت برای ما شما یک عبرت میشه و خدا خواهد انشاء چیکار میکنیم؟ بلکه خدا خواهد تغییرات میابیم. برای همین صحبت در کاره، برای این شنیدن خدا خواهد صحبتی عالم در کاره. برای همین دیمش میخونیم وقت مون بسیار نمیگیریم خدا خواهد، فقط چون که بسیار است. لا خیر فی صوم میگه لم تنع فیه عن اللغو. کسی که میگه روزه میگیره و روزه میگیره وقتی که زبانش از سخنهای بیده لغو و غیبت و بوتان و نمیداره، در اون روزه برکه نیست، در اون روزه خیر نداره، میگه خوبی نداره اون روزه. حتی اینکه در ماه رمضان روزه میگیری زبان روزه گیره، گوش روزه گیره، دست روزه گیره، پاچک روزه گیره، چشم روزه گیره، همه اعضاد باید که روزه دار باشه. ده مثال خدا خواهد من ماه رمضان فقط زیر مثال گیرده تلفن و عمر ما نگذرونیم. یا چشم زینا میکنه، گوش زینا میکنه، یا گیم که روزه گرفتیم و فقط غیبت کنیم، روزه نمیشه. ببینید حتی میگه که از لغو سخنهای بیهوده اگر خودش نگاه نداره در اون روزه خیر نیست، در روزه برکه نداره. عزیزان من خدا خواهد یک هفته بعد خدا اگر مناسب بیند انشاءالله الحمدلله هفته دیگه یا بازار یا دوشنبه روزه ماه شریف رمضان می آید. برای من خدا خواهد انشاءالله ما اکن از این چیزا یعنی چیکار کنیم؟ بجای وای خدا خواهد دائم با سبحان الله، دائم با الحمدلله، الله اکبر خدا خواهد، با استغفار، با توبه انشاءالله خدا خواهد، با صلوات رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار کنیم؟ وقت هم نگذرونیم. روزام نام خدا خواهد برکه میشه، روزام نام خوبی میشه، عبادت منم خوب میشه. برای چیم؟ پیشرفت نیست امروز، سبب که همه پلا پرتش، همه بی اعتباری، عاقبتش ما شما را هیچ نتیجه خوبی ندستیم. ولی میگن دعا میکنیم قبول نمیشه. برای چی قبول نمیشه؟ چون که شرط های دعا را ما اجرا نمیکنیم. حتی یکی شرط های دعا میدونه چیه؟ دست میگه بردار، امروز نبرداشته مون دسته. پیامبر اسلام سه خیل دعا کرده، این سنت ہے. رسول الله صلی الله علیه و سلم برابری سینه‌اش، برابری کتیفش، برابری سرش برداشتگی. حتی که میگن صحابه ما وقتی که رسول الله دستش میبرداشت حتی زیر قلتقش سفیدش میدیده اگر کار باز میتمشید. این سنت ہے. دست برداشتن خدا خواهد سنت. عبادت نمیخواد برداره ده خیلی نه خیلی و خیلی ایتری دو نیست خیلی بپرو خیلی که بابشت انتا کرا سنت بزنبت برای سینه با محبت با اعتقاد الحمدلله دست بردار. همون دعات هم اگر خودت باری نباشه قبول نمیشه. اگر حضرت موسی علیه السلام یک پیش جوان که دیگه که همین قدر گریسته است که دعا داره. خداوند گفت اگر بجای خودت من میبودم دعای همین اجابت میکردم. خدا گفت من اگر گفت اینه، اگر همین گفت آبی چشم بینیش افته برای هم گفت دعاش قبول نمیکنم، چون که در دلش محبت دنیا ہے. خدا گفت رحمش حضرت موسی گریه شده که چی طلب داشت خدا خواهد پیشی الله، لیکن ظاهرش طلب داره باطنی دنیا. زیده میبردیم فوتبال بوندی فوتبال چند شده شد یا مثال سیر هفته سوده یا اوش موندی نیست. دعا خودت که بوارید که نموید دعا قبول نمیشه. واقعی طوری میگه ماشین بوار نداشته جو که دلنی توشکن میره نمیره. طوری می یا بواری نباشه تیرک نمیبروی.
میگم تیرک کاکت دیگه اگر کاکی باید باشه شید نگو بسم الله الرحمن الرحیم میگو میبوله نکی نداشته شیعکم میبخشی من میترسم مکرم طول نمیتونم دیمک همه چیز نم اعتقاد محبت باوری انشاءالله خدا خواهد دعا را بسیار کنین دعا دا گپ کلونه دعا همه عبادت تا میرسوندگی خدا خواهد انشاءالله با واسطه دعا خدا برکت میده دعا مخ العباده بین دعا مغز عبادت برادران نه انت چالمغ دیدن ولی شیرینی شکر میبینی که مغز شخری میبینی یا همین دعا هم شیرینیش چیه نماز عبادت شیرینیش دعا ہے این دعا شکستگی ہے عاجزی بنده را نشون میده پیش الله معجزه نه که این شانس را برای ما دادگی شکست نداده من مالکی دینار چی میگن یکی آن فذکرونی اذکرکم فزایم نور دلها چو انجم دیگر فدعونی فرمود بخوانی اجابت میکنم اندر نمانی مالک میگه که دو شانسه که میگه خدا میگه با امتای محمد داد حتی میگه با جبرائیل و میکائیل هم ندادم خدا میگه جبرائیل که با همون قدر بزرگی فرشته است ندادمش میگه من میکائیل هم ندادم میگه اون شانس هایی که برای امت دادم من دیگر فدعونی فرمود بخوانی اجابت میکنم اندر نمانی من اجابتت میکنم من خدا مقصدات میرسونم میگه الله بنده غم نخور غم خورد منم بردار دستکات میگه دعا که من التجا که زاری که خدا خواهد چی میپرسی پرس چی دنیا میپرسی خانه میپرسی چی مال میپرسی چی زن میپرسی از خودش پرس چون که حاجتی ما میبراردگی با فریاد ما بنده ها میرسه که فقط یگانه ربه مخلوق نه تکیه نکنی خطا میکنی مخلوق هیچ وقت با مقصد نمیرسوند مخلوق 2 روز میتر 3 روز تعنت میکنه من آدمش کردم میگم من میگه فلان کردم لیکن الله همچنان ربه که 18 سال و 30 سال و 50 سال میتر یک بارک در پیشونید تعنت نمیزنه تقمن نمیزنه هرچند که کنم دین نماز خون شدیم هرچند خدا خواهد گناه میکردیم یک بارک گناه ما در پیشون اشکاری نکرد شرمنده مو نکرد چنان خدا داریم روزه که جولت نه یک چیز نگو سر رکلام من میکنه دیگه نه انت بود زیناگر بود یا این چیز بود این کار بود لیکن خدا چی؟ الحمدلله ستار ای پوشی بنده های ای بکات هم میپوشنه که یک باری استغفرالله کتی 100 ساله گناهت میشوه یک بار استغفار که خدا خواهد یک بار خدا جان گو خدا 10 بار لبیک میگه هر باری که ما الله میگیم الله لبیک میفتیم معنای لبیک من در خدمت تیارم اسأل منی ما تریدو بپرس ای من چی میخوای بندم بیا 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 گر ترسایی میگه گر گبرایی گر کافری بیا 100 توبه بشکستی باز بیا این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست باز آی هر چی کردی باز آی اگر میگه 100 بار شکستی توبت گناه کردی با بیافته سه خدا همچنان خدا داریم الحمدلله بین انشاءالله خدا خودی الله دوست داریم همیشه پیوسته انشاءالله فرمانش بجا بیاریم چون که فقط دنیا میگذاریم پیش الله میریم گورندم گر در گوری تاریک میگد غم مخور غم خورد منم جسم زارد را مانند زیر خاک هرگز هراسان مباش که غم خورد منم نترس اما گورندم خدا ایمت میکنم با انشاءالله اما حالت نه و زگم زمین دم بلجم به همینجا خدا خواهد چپ پراسته کرده خدا خواهد کلمه میخونی مردم نیمرم تایم که پراسته که کاری که هم کافرم الله میگه باخ میگه در علاج نیست یکی مجبوریم انشاءالله برای همین او الله در جوانی شناسیمش او الله در تنیسیتی شناسیمش این دیگه لذت داره
وقتی که بلا زده تو گیم که دیگر آفت وی دیگر نیک در جوانی کنن در وقتی صحتی انشاءالله خدا الله شناسیم عزیزانی من. بر همین وقت هم شده است انشاءالله خدا فرصت نسال با اینجا چند تا دیگر از 8 گونه خدا خواهد حضرت علی وصیت کردن. اگر خدا مناسب بینه انشاءالله خدا خواهد پگه زنده باشیم با شب انشاءالله ادامه میتیم. برای همین پیوسته به طاعت پیوسته انشاءالله به عبادت باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. ای پاک و پروردگارا آنچه این سخنهای علی حضرت علی کرم الله وجهه یعنی 4 یار پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردیم، اولا به هر یکی مایان عمل کردن را میسر بگردانی، در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جایگیر بگردانی، همیشه برای راست برای صراط مستقیم هدایت نمایی، توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نمایی. ثواب گذشتگان همین اهل جمعیت همین مسجد آباد کرد، همین دیار نگذشتگان خدا رحمت کنند، جاش جنت نخالیس الله صاحب باشه. بخشنیم خداوندا تا دمیدنی صبح در حفظ و پناه خود نگهبان باشی، با نماز بام داده با جماعت خوندن خداوندا خودت مناسب بگردانی. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.